زندگی تو حال چیه بابا؟ اینا همش زرده، اصلا فایده ای هم مگه داره؟ من 1000 تا ویدیو درباره زندگی تو حال دیدم، هیچ کدوم فایده نداشت. اصلا مراد مگه تکنیکی جز مدیتیشن هم برای زندگی تو حال داریم؟ تا آخر ویدیو ببینید. Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو، خیلی خوش اومدید به کانال مهرادیار. اگر ویدیوهای منو قبلا دیده باشید، من نمیخوام از لفظ و تخصص و اینا استفاده بکنم. من یک کسی بودم که برای پیشرفت زندگی خودم، برای اینکه زندگیمو از اون سیاهی در بیارم، از تکنیک‌های استفاده کردم و فیلتر شده و در قالب خودم میام به شما میگم که در آخر این ویدیو تکنیک به شدت مهمی رو میگم، به شدت کاربردی رو میگم که من هر روز ازش اگر وقت کنم استفاده میکنم، در صورتی که 30 ثانیه بیشتر نیست. خب ما تو زندگی داریم تلاش بیوقفه ای رو میکنیم برای موفقیت، برای شهرت، برای پول، برای ازدواج خوب. ولی خیلی موقعات دیدید، توی فیلم ها دیدید، توی فامیلتون دیدید، دوستای نزدیکتون دیدید که خودتون دیدید اگر به اون چیز رسیدید، مثلا میگفتید من اگر دبیرستان رو تموم کنم مثلا دیگه خیلی خوشبختم، اگر من دانشگاه رو تموم بکنم، اگر کار بهتری پیدا بکنم، اگر ازدواج بکنم. پس به خاطر این تلاش ما داریم همش یا تو آینده زندگی میکنیم یا تو گذشته. یعنی که مثلا من تو آینده به اینا برسم که خیلی موقع رسیدیم، بعد دیدیم خب این الان اونقدی حالم خوب نیست، مثلا یکی دو روز حالم خوب بود، مثلا میگفتیم من اگه آیفون 15 بگیرم بالاترین مدل ها رو داشته باشم دیگه حالم خوبه. شده حتی کمترین گوشی که اون موقع شما هم گرفتید که حالتون رو خوب میکرد بوده. هر راه حل دیگه ایه. مغز نیاز به دوپامین داره و این دوپامین توی لحظه حال ترشح میشه. شما سیگار میکشید، مواد مصرف میکنید، مشروب میخورید، غذا میخورید، خود ارضایی میکنید، اتاق جمع نمی کنید، همه این کارا یه دوپامینی رو در ما ترشح میکنه. زندگی حال چرا سخته؟ به خاطر اینکه ما انقدر فیلتر داریم که نمیتونیم به اون حال به صورت طبیعی برسیم، انقدر فیلتر توی سرمون هست و این دوپامین رو میریم به صورت مصنوعی از طریق این چیزا به دست میاریم. در صورتی که اگر کسی که مدیتیشن رو به صورت اصولی و مستمر و طوری که به صورت لایف استایل در اومده باشه، یعنی نه که به زور با ضمیر ناخودآگاهش بیاد یه روز انجام بده بعد دیگه بره تا سال دیگه، مثلا زبان خوندن، مثل تمام لایف استایل ها 2 روز میره باشگاه آدم بعد دیگه نمیره. اگر اون فرد اینطوری مدیتیشن رو انجام بده به نتیجه میرسه، ولی نه من زمانشو دارم، نه بلدشم، نه تخصصشو دارم، نه اصلا میتونم که مثلا هر روز مثلا 30 دقیقه بشینم مدیتیشن بکنم. خب برخلاف حرفم تو همه ویدیوها که من گفتم با راه حل کوتاه مدت موافق نیستم، اما توی این ویدیو راه حل کوتاه مدتی به شما میگم و شما ازش استفاده میکنید، ولی در جهت رابطه و فایده بلند مدت که همون رابطه برقرار کردن با کودکی درون خودتونه. یعنی ما نیاز داریم کوتاه مدت از طریق این تکنیک هر روز کمی آرومتر بشیم تا بتونیم به اون خود اصلیمون برسیم که اصلا ببینیم هدف ما تو زندگی چیه، اصلا به چی علاقه داریم، به چی نداریم. ولی بعد اول این ساکت بشه. این میدونید مثل چی میمونه؟ مثلا سگی میمونه که جلوی ما سگی ما داریم، مثلا میخوایم تربیتش کنیم، این یه جلوی ما فرار میکنه، هی میره، بعد میریم دنبال مثلا سگه میگردیم، میریم چشه فلانه، مثلا نژادش بده، تشویقش کمه، تنبیهش کمه، همه این کارا رو میکنیم، میبینیم باز فرار میکنه. اینجا باید جرقه تو کله ما بخوره، آقا این شاید یه چیزی داره میترسه، یه چیزی توی محیط داره میترسه. اون محیط برای ذهن ما میشه لحظه حال. یعنی ذهن من اگر ذهن ترسویه، اگر ترس داره، اگر مثلا هی میخواد بره تو رابطه سری میزنه تو جاده خاکی، اگر میخواد یه کسب و کاری راه بندازه سری میزنه تو جاده خاکی، چون نمیخواد تو لحظه حال داره یه چیزی میترسه. حالا این ترسه خیلی کلی ترش تو ویدیوهای دیگه است، ولی کار ما اینه که توی ویدیو امروز بیایم ببینیم این ترس رو بتونیم حلش بکنیم، آرومش بکنیم. اگر محیط واسه اون سگ آروم بکنیم، اون سگ هم میشینه جلوی ما و
ترس نداره، فرانه. پس این مثالی بود برای اهمیت این لحظه حال، که چقدر لحظه حال مهمه. که توی یه ویدیو من دیدم که میشه زرد حسابش کرد، که مثلا میگفتن 100 میلیون دلار بدیم ولی مثلا فردا بلند نشیم. خب همه میگیم نه 100 میلیون دلار نمیخوایم، میخوایم فردا بلند شیم. یعنی ما میدونیم که زمان و لحظه حال برامون مهمه، ولی فردا دوباره میخوابیم، فردا دوباره همون کار رو انجام میدیم، از لحظه حالمون استفاده نمیکنیم. به خاطر اینکه لایه عمیق‌تری داره تا اینکه یه ویدیوی اینستا ببینید که بیاد زمان حال رو با 100 میلیون دلار، اصلا بگو 1000 میلیون دلار، این لایه های عمیق ذهنمون رو شما هزار میلیارد هم دلار باهاش مقایسه بکنید، نمیاد فردا بگه مغز آها درست شده. مغز نیاز به شفاف سازی عمیق تری داره. با پول حل نمیشه که مثلا بگید هر لحظه اون 100 میلیون دلار میارزه. خب مرسی، خیلی قشنگ بود، من میرم بعد. ما باید ذهنمون رو چارچوب بندی دوباره بکنیم. یعنی چی؟ من یادآوری میکنم از ویدیوی شوک‌گذاری که اگر ندیدید حتما ببینید، خیلی مکمل خوبیه برای این ویدیو، زرد هم نیست. اینه که آقا ما از آینده شوک‌گذاریم، از گذشته شوک‌گذاریم. تنها چیزی که منجر میشه که این آینده و گذشته ساخته بشه همین حاله. یعنی همین الان، یک ثانیه بعدش شد گذشته من، یک ثانیه قبلم. یعنی همین الان، یک ثانیه بعدم که بگذره میشه گذشته من، یک ثانیه بعدم میشه آینده من. یعنی همش همین حاله، همین مفهوم حاله. ولی مغز برای اینکه ساده سازیش بکنه میاد یه مفهومی رو توی آینده توی سر خودش میسازه، یه چیزی هم به نام گذشته رو میسازه و از شوک‌گذار این دوتاست. یعنی تو آینده من شوک‌گذارم که موفق بشم تا خوشحال بشم، گذشتم هم که مثلا گذشته بهتری داشتم، دوره از اون شکرگزاری میکن. تنها چیزی که یادش میره همین زمان حال. بعضی موقع فکر کردن به لحظه حال، این که چجوری بتونیم روشی پیدا کنیم که بهش برسیم. موقعی که بهش میرسیم، مثلا راه حل الان میگم، مثلا به 10 دقیقه روی صندلی بشینید، هیچی دستتون نباشه، نه کتاب نه گوشی، هیچی. 10 دقیقه رو صندلی بشینید، هی میخواد بلند شید، هی میخواد یه چیزی، چون نمیخواد توی اون لحظه حال برسه، چون نمیخواد لحظه حال بدش میاد اون ذهن شما. اینستا فقط میاد کمکش میکنه. اینستا باعث میشه اون لحظه حال یه ذره روونتر بره، یه ذره روغن میزنه، ولی سیستم داره بد کار میکنه. حالا روغن بزنی بازم داره سیستم بد کار میکنه. تمام اینا میرسه به اون کودکی درونتون که توی لحظه حال به شما نیاز داره. مثل بچه‌ای که گم شده، تو لحظه حال به شما نیاز داره. یعنی شما باید برید کمکش، شما باید برید دنبالش، شما باید برید نجاتش بدید، ولی شما یه ناجی براش پیدا میکنید تو آینده. یعنی الان کودکی درون شما ترسیده، نیاز به شما داره که توی لحظه حال همین الان کمکش کنید. آقا بیا کمکم کن، منو از اون قضاوتی که شدم رهام کن، بیا یه ذره تعریف کن، بیا یه ذره همدمم باش، بیا یه ذره ساپورت هم کن، بیا یه ذره حمایتگر شو. حالا بعدن اگر من خونه خریدم، اگر من ماشین خریدم، خوشحال خواهم شد. اون بچه همیشه یادش میمونه که شما اون لحظه‌ای که گم شده بود، اون لحظه‌ای که نیاز داشت به شما، نشسته بودید خودتون و دنبال یک ناجی در آینده برای خودتون بودید. اون کودک لج میکنه چون تمام ارتباط مستقیم و زنده با کودک درون همین لحظه حال. یعنی اونایی که میاد میبینید مسخره دارن میکنن، میگن مثلا لحظه حال چیه فلان، اینا کلیشه است. اونا کودک درونشون مرده یا مثلا دنبال همون ناجی هن. مثلا بچهشون گم شده، میگه حالا این اشتباهه، حالا تو لحظه گم شده، بذار من 2 سال دیگه پیداش میکنه. شما اگر بتونید این کودک درون رو پیدا بکنید، در لحظه حالش میتونه به شدت بهتر استفاده میکنه. توی اینستا یه دونم پست من دیدم، شما هم حتما دیدید، که یه بچه ماهو نگاه میکنه، میگه ماه، حالا به انگلیسی میگه دمون. یعنی با دیدن ماه اونقدر ذوق زده میشه. این چرا؟ چون بچه داره دقیقاً، بچه فیزیکی رو میگم که دیگه والا مغزتون، مغز مقاومت کنندتون نگه لحظه حال. ببینید تو همین بچه ها، ببینید دیگه، شما غذایی که تو بچگی خوردید زمین تا آسمون با غذایی که الان دارید میخورید فرق داشت مزهش. طرف مثلا یه تیتاپ 10-60 مثلا خیلی خوشمزه بود، حالا همونو بهش میدی، حتی خوشمزه تر. نه، اونا یه مزه دیگه داشت، اینا عوض کردن کیفیتشو. بابا به خاطر اینکه اون داشت تو لحظه حال میکرد، به این فکر نمیکرد که الان من فردا چیکار کنم، حالا من اینو خوردم که چی. مثلا تنها تفاوتش اینه، کودک درون زنده پس ارتباط مستقیم داره با زمان حال. تمام تلاش منم، حرفای من، این که صدام دارم الان میگیره، دارم این همه حرف میزنم، به خاطر اینکه به شما بفهمونم که آقا این کودک درون مهمه و این کودک درون توی حال زندگی میکنه، نه مثل ما توی آینده، نه گذشته. اونایی که میان
زمان حال مسخره میکنن، نمیدونن دارن با مغزشون مخالفت میکنن، چون مغز نه تو آینده میتونه دوپامین بگیره نه تو گذشته میتونه دوپامین بگیره. تنها چیزی که انگیزه بخشه که برای مغزه که ادامه بده همین دوپامین توی لحظه حاله. حالا ما داریم حالمون رو چجوری زندگی میکنیم؟ خودتون دیگه این جواب خودتون بدید. ما داریم توی حالمون جوری زندگی میکنیم که دوپامینی ترشح نمیکنیم، هر روز داریم زجر میکشیم و تو فکر دوپامینیم در آینده. کودک درون از بین میره، کودک درون از بین بره خلاقیت و بین میره الهام، میره الهام بخش دیگه نیست زندگی. دیگه زندگی رنگ و بو نداره. پدر بزرگ مادر بزرگا رو میبینید دیگه، یه دونه سگ میبره، یه دونه بچه، نوه هاشون رو دیدید دیگه، چون دوباره اون کودک درون توشون زنده میشه. یعنی زنده نیست تا اون مرده دیگه، اگه مثلا 80 ساله بهشون نرسیده، ولی یادآوری بهشون میشه که من هم چیزی داشتم، بذار حالا فیزیکی اومده بذار ذره با این بازی کنم. سگ میگیرن، گربه میگیرن، به خاطر اینکه همه این چیزا براشون تداعی بخش زمان حاله. کسی میاد جلوشون مثلا درباره آینده صحبت نه گذشته، حالا شاه اینجوری بود 50 سال پیش یادش بخیر، مثلا دیدید پیرمردا اینا عمه و اینا با هم صحبت میکنن دیگه، هیچ لذتی برای مغز نداره. هیچ. تنها چیزی که داره بدتر شدن وضعیت توی آینده است، چون دارید دوباره از گذشته‌تون شکرگزاری میکنید. شما رو با کودک درونتون وصل میکنه تا بتونید اون صدای گریه‌هاشو بشنوید. پس اگه دارید تو اینستا میگردید، گیم میزنید، یه کارای خودتون رو با مواد و اینا مشغول میکنید، اینو بدونید شما فقط دارید به طور موقت صدای گریه بچه‌تون رو آروم میکنید که نشنویدش. آقا من دارم دیوونه میشم، نشنوم. خب اون یه درخواستی داره، اون گم شده، باید اتفاقا بشنوید و توانایی رو داشته باشید که برید کمکش کنید. نمیخوام زرد صحبت کنم، ولی زمان حال چرا مهمه و فیلتر شده مغزمون. یه دونه کلیپ میدیدم توی اینستا که میگفتش که یه دختری بود، فکر میکرد 30 سالش بود، ویدیو قشنگ گذاشته بود، اعتماد به نفسش خوب بود که گذاشته بود، گفته بود من فکر میکردم که خیلی مثلا از بقیه دوستام عقبم و اینا، بعد که این پستو گذاشتم طرف اومده و 36 ساله به هم پست دایرکت داده بود که من اگه 30 سال بودم بدون هیچ فکری شروع میکردم. همین دقیقاً توی اون 45 سالم مصداق داره. این 45 ساله هم اگه 36 ساله اینو بگه، میگه من 36 سالگی استفاده میکردم. چرا؟ چون اینا زمان حالو ول کرده بودن، رفته بودن تو آینده. اگه این بهتر بشه، اگر من این امکاناتو داشتم شروع میکردم. بابا حالتو بچسب، هیچ چیز جز حال نیست. باید یه راه حلی پیدا کنی. چه جوری؟ با کودک درون، چون اون خلاقه، اون ایده بهت میده. آروم که باشه میگه مثلا این کارو یهو بکن، من برم اینجوری بکنم، و مثلا اگر من دوربین سونی فلان ندارم میتونم با گوشیم هم بگیرم، و اگر من ادیت فلان ندارم میتونم با یه ادیت سبکتر ادیت بکنم ویدیو رو. آرومه داره اون بچه بهتون پیشنهاد میده. حالا راه حل چیه؟ راه حل چیه که مثل این خانم تو لحظه حال انقدر استفاده بکنید، انقدر حستون زنده بشه. 30 ثانیه تمام حواس 5 گانتون رو باید فعال بکنید. یعنی چی؟ یعنی آقا من الان نشستم 30 ثانیه تمام حواس 5 گانه رو بهش فکر میکنم. مدیتیشن سریع و اینجوریه که شما با 30 ثانیه کار 30 دقیقه رو میکنید. این تو برمیگردی تو لحظه حال. یعنی چی؟ یعنی اولین چیز بویایی رو. چه بویی داره میاد؟ دیدید مثلا توی کلاسی میری صدا فنه اولش اذیت میکنه بعد دیگه عادی میشه. ما میخوایم دقیقاً به اون فنه گوش کنیم که دوباره برگردیم تو زمان حال که به این چیزایی که گفتم برسیم. چه بویی میاد؟ مثلا یه بوی اینجا، یه بوی برگ و بوی چوب خشک و بوی عود داره میاد اینجا. یه لول نزدیکتر شدم. موقعی که نزدیک میشید مغز داره تمرکزش رو میذاره، انرژیشو برای این خلق میکنه، کمتر میره توی گذشته، کمتر میره توی آینده. چه صدایی داره میاد؟ صدایی داره از بیرون خیلی کم میاد. صدای باد کولر داره کم میاد. اینایی که بود که نمیشنیدم تا همین الان. مزه چیه؟ مزه این میده که الان یه دونه چای من با یه کلوچه خوردم، هنوز مزهش تو دهنمه که الان یادم رفته بود. لمس، الان کف پام داره این موکت اینجا رو لمس میکنه. ببینید 30 ثانیه باید به اینا توجه بکنید. چشم ببینید، چیزهایی رو ببینید که نمیدیدید. مثلا اگه حواستون همیشه به این گله بوده، چیزهای دیگر رو ببینید. حالا میتونید چشماتون هم ببندید، چشم زیاد اهمیتی نداره. ولی قبل از مثلا موقعی مثلا شستشوی مثلا دارید لباس میندازید، موقعی آشپزی دارید میکنید،
اینجور کارا موقعی که این 30 ثانیه رو کردید حالا نمیخوایم بره تموم شد، حالا اومدم تو لحظه حال که چیکار کنم. ارتباط با کودک درون، تعریف از خود، همدردی، تعریف. مهراد میدونم مثلا دوران سختی رو داری میگذرونی ها، ولی دمت گرم، خیلی آدم پرجربوزه‌ای هستی، این همه ادامه دادی با این همه سختی ها. الان اون حاله‌ای، الان تو اون لحظه حاله‌ای، بچه داره میشنوه و بچه اینو میبینه و این تلاش شما رو حتما جواب میده. میگه پدر من اون همه فیلتر رو زد کنار، پس به من حواسش بود، به این نبود که 2 سال دیگه بیاد سراغم. یه جای دیگه هم خیلی این به کمکتون میاد، این تکنیک قبل از کارهایی که باعث استرستون میشن. مثلا من واسه خودم اینجوری کلید بندی کردم که قبل از هر چارچوب، چون بالاخره هر جا میرم یه چارچوب دری هست دیگه، مثلا میخوام برم یه جایی، یه معامله‌ای میخوام انجام بدم، با یه سری افراد میخوام صحبت بکنم، قبل از چارچوب، قبل از اینکه ورود بکنم به اون در نمیرم همینجوری تو، چون اون موقع که میرم تو با گذشتم میرم، با عقده های گذشتم میرم، با آرزوها و رویاهای آیندم میرم و این تاثیر داره توی صحبت من. چون کودک من صحبت نمیکنه، مهراد ترسو، مهراد قضاوت شده، این مهراد صحبت میکنه. من میخوام اون مهراد بیاد صحبت کنه، اون مهرادی که بیباکه، اون مهرادی که مثل بچه سرکشه، اون مهرادی که مثل بچه خلاقه، بچگیش دوست داره پرواز کنه، ذهنش هنوز محدود نشده. من میخوام اون مهراد بیاد صحبت کنه. پس قبل از کارهای مهم، قبل از جایی میخواید ورود بکنید، 30 ثانیه هیچی هم نیست. حواس پنجگانتون رو به کار ببرید، بیاید تو لحظه حال و با تعریف خودتون یه انرژی مضاعف خودتون بدید که توی اون مصاحبه کاری به نفعتون باشه. هر چقدر این کارو سریعتر، هر چقدر این کارو بیشتر انجام بدید، سریعتر به نتیجه میرسید. یعنی مثلا شاید اولش 30 ثانیه مثلا 60% تاثیر بذاره، بعدش 70% میشه، بعدش 80% میشه، سریعتر به اون 100 خودتون میرسید که کامل دیگه بیاید تو لحظه حال. مثلا توی اینستا دارید 2 ساعت میگردید، میگید من دارم چی کار میکنم، 30 ثانیه این کارو بکنید، یهو برمیگردید میبینید کودکتون با خودت حرف میزنه، میگه بابا من این همه استعداد دارم، من این همه مثلا فلان دارم، من این همه تو سختی ادامه دادم، الان چرا دارم 2 ساعت تو اینستا میگردم. کودک بهتون فرمان میده که بلند شو، یا گوشی رو میندازید کنار، یهو یه انرژی میگیرید، میرید لپتاپ باز میکنید، میرید کاراتون رو انجام میدید. همه کارهای ما رو 96% کارهای ما رو داره تو زندگی کودکمون انجام میده. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید، ممنون از نگاه گرمتون. حتما کسی رو پیدا میکنید که این ویدیو براش مفید باشه، براش بفرستید. ویدیو رو هم لطفا لایک کنید، کانالم سابسکرایب بکنید. خیلی ممنون از شما. امیدوارم هر روز یک قدم به دوست داشتن خودتون نزدیک‌تر بشید. مرسی، خداحافظ. Life is good.